وکیل دفاعش میگوید راحت عاقلوف متهم به حمله مرگبار در شهر استکهلم با گناهش اعتراف کرده است. شهروند 39 ساله ازبکستان به تروریسم متهم می شود. مقامات شویتسر میگویند محض راحت عاقلوف روز 7 اپریل ماشین بارکش را به یک مغازه در شهر استکهلم روان کرد و 4 نفر را کشت. درباره تحولات این حادثه صحبت داریم با سیراج‌الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی. سیراج‌الدین، به برنامه ما خوش آمدید. و نخستین درباره محاکمه امروزه راحت عاقلوف میگفتی که چی گذشت آنجا؟ خب محکمه اول امروز در مرکز استکهلم آغاز گردید ساعت 10 صبح و با وقت استکهلم. در محکمه اول خود رحمت عاقلوف اعتراف کرد که حمله را او انجام داده است. گفته میشد که گویا به او حق اقامت ندادند و میخواستند از شویتس اخراج کنند. بله، رحمت عاقلوف خودش از شهر سمرقند ازبکستان می باشد و سال 2014 هم به شویتس آمده، پناهندگی پرسیده، پناهندگی سیاسی، ولی تکذیب کردند و در نتیجه سال گذشته ماه ایون 2016 هم با او گفتند که باید کشور را ترک کند، ولی اونجا ماند. و من با یک چند نفر از شهروندان ازبکستان و تاجیکستان صحبت کردم، آنهایی که رحمت را میشناختند، ولی آنها گفتند که عقیده های خیلی تندروی مذهبی داشت و عقیده های داعش را، یعنی دولت اسلامی را خیلی پیگیری میکرد. این گزارش ها هم هست که گویا او از طریق واتساپ و بعضی از شبکه‌های اجتماعی با یک عضو گروه دولت اسلامی معاشرت داشته است و او را هدایت میکرده است. این کیست و چگونه هست؟ این جزئیاتی هست راجع به این؟ بله، گویا با 2 نفر تماس داشته طریق تلگرام. یکیش تاجیکی که در سوریه گویا می باشد و دوم از شهروند روسیه، احتمالاً از داغستان، از منطقه داغستان، از قفقاز روسیه می باشد. با یک نفرش با زبان تاجیکی و دومش با زبان روسی ملاقات میکردن. درباره فرد دومی که در ارتباط به همین حادثه دستگیر شده است چی جزئیاتی به دست آوردید؟ نامش را اعلام نکردند، ولی نامش به ما معلوم است. او نیز شهروند ازبکستان است، سن 47 ساله، از شهر سمرقند می باشد گویا. ولی تا چه اندازه این مرد دستگیر شده با رحمت عاقلوف ارتباطی نزدیک داشته ما هنوز نمیدانیم. آخرین سال البته مشاهده می شود که در شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان بحث زیاد است راجع به اینکه چرا شهروندان ازبکستان به حمله‌های اخیری از جمله تروریستی دست دارند. چی میگویند؟ چرا به این راه میروند؟ بسیار بر این عقیده هستند که گویا این نتیجه سیاست تندروانه سختگیری اسلام کریموف بود و در نتیجه یک گروه جوانان که از سیاست کریم ناراضی بودند از کشور بیرون رفتند و به گروه های تندرو اسلامی گویا شامل شدند. تشکر سیراج‌الدین.